در تاجیکستان روزی پرچم ملی را تجلیل کردند که به گفته مقامات این جشن در بالا بردن خودشناسی و یک پارچگی ملت مساعدت می‌کند. بر طبق گفته شهرداری دوشنبه در راهپیمایی ایدانه به مناسبت روزی پرچم شام 24 نوامبر 8,500 نفر راهپیمایی کردند. حکومت تاجیکستان سال 2009 روزی 24 نوامبر بلندترین پرچم در جهان را برافراخت و از همان روز در کشور این عید را تجلیل می‌کنند. مصاحبه امروز هم با همکارم مومن احمدی در همین باره است. مومن، اول می گفتی که روزی پرچم را امسال چگونه تجلیل کردند؟ بله طاهر، طور شما میبینید این محل است که جشن پرچم ملی در آن برگزار می شود و طور ما شاهد هستیم صدها نفر اطراف این پرچم ملی گرد آمدند، ولی اکثر آنها دانشجویانی هستند که همراه استادان خود پس از انجام درس ها به این محل حاضر شدند. در بعضی از کشورها به نشان احترام نگه داشتن پرچم در خانه رسم شده است. آیا این رسم هم در تاجیکستان وجود دارد؟ ببینید طاهر که خیلی کم است که در خانواده های تاجیک پرچم ملی رو ما ببینیم، اما اکثر منصبداران حتما در اتاقهای کاری خود پرچم دارند و یک عنعنه هم در حال رسم شدن است در تاجیکستان که اکثر راننده ها در همون نشستگاه پیش خود یک پرچم آویزان میکنند و امروز هم در خیابان‌های شهر ما مشاهده کردیم که اکثر راننده ها از آینه های خود پرچم های خرد و بزرگ را پرافشانی میکردند. و وقتی پرچم بلندترین در جهان را در دوشنبه برافراختند، بحث زیاد بود که حکومت تاجیکستان میلیون ها دلار را برای این کار خرج کرده است. حالا همین گونه صحبت هست؟ درست است طاهر، این بحث ها جای دارند، اما نه مثلی که سال اولی که پرچم را ساخته بودند خیلی داغ است و اون حرف که به جای ساختن این پرچم یک کارگاه و کارخانه میسازد، این هم در میان مردم خیلی کم شده است. تشکر. مومن احمدی همکار ما در دوشنبه صحبت میکرد.